خب سلام علیکم دوستان عزیز، برادران قدردان، خوش خبر همی که خواهرک نازنین مون یافتیم. ما هم خرسان شدیم. تقویش قطعی گپ زدم. تقویش گفت که راستی گپ میره و دیر میکنه، قطعی دگونش جنگ میکنن، گفته خونه نمیویا. مقصد ساق و سلامت های همه خوبه. شما هم تشکر میگیم، امنیتی تاجیکستان هم تشکر میگیم که در بری ما بدین و ما را دستگیری کردین. ساق و سلامت جان مون یافتیم. همه تینجای هزار رحمت به خلق که مقصد بی‌طرف نبودن و مقصد هم کمنتر هم که باشه دعا کردن. این خواهرک ما ساق و سلامت تینجای یافتیانشه. در خونه دیگونش ایستوده، مقصد که دیر کده و چند جنگ میکنه، گفته در خونه دیگونش همه قرار بوده. ویدیویی که ما کردیم ویدیو را دیده و دیگونش ویدیو را دیده، گفته که تو را گفته استیان. بعد مادرش در زنگ میزنه، مقصد که ما زنده ایم ساق سلامتم، میرون ای خونه دیگونش میگیرن میورن. شکر خدا که تینجای خداوند بزرگیش که گم نشوه. دیگرتون حرمت کنه، خواهرای عزیز، مادرها فرزندان رو حرمت کنن، فرزندان مادرها رو حرمت کنن. خوش و خرسندانه در این صلح و صلاحی که داریم اون به سر ببریم. خدا نگهبان همه. شکر خدا که ساق سلامت خواهر عزیز اینه. خدا نگهبان، زنده باشید. و در آخر همچون هر وقته شرکت محیدین به شما توصیه میتم، آفیسشون مترو بود استادیوم دای. کسانی که گذشتن گرانیت میخوان مرامت این رقم‌ها را زنگ بزنن. شرکت محیدین در خدمت شما. باقی تن صحت و خانواد باشید مردم غریب. خداوند بزرگ ساق سلامت به طور سر فرزنده و پیش پدر و مادرتان بیایید. خدا نگهبان.